10 جولای 2016 دو مرد با ماسک و کلاه فیشر وارد بانکی تو تایپه میشن. یکی از در محافظت میکنه و اون یکی کاری انجام میده که باورتون نمیشه. اون با کارت بانکی پول برداشت نمیکنه، در عوض ثبت میکنه و ناگهان خودپرداز به صورت پشت سر هم و دیوونه‌واری پول پخش میکنه و اون سریع پولا رو جمع میکنه. در حالی که این دو نفر در حال پول جمع کردن بودن، 20 نفر دیگه همین کار رو با شعبه‌های دیگه بانک انجام دادن. این فقط بخشی از یک عملیات بزرگ بود، عملیاتی که سیستم مالی جهانی رو لرزوند، سرقتی که توی 30 کشور با بیش از 100 شعبه بانک انجام شد. یک سرقت به ارزش تقریباً 1 میلیارد دلار، یک رقم به شدت سنگین که توسط یک گروه هکری بزرگ به اسم کاربانک با یک مغز متفکر فوق‌العاده انجام شد. اما چطور؟ در اون شب توی تایپه این تیم حرفه‌ای اشتباهی رو انجام میده که به خاطرش بهای سنگینی میده، جایی که وقتی در حال سرقت از خود پرداز بودن، یک غریبه اونها رو در حال سرقت مشاهده. یک کارمند محترم بانک به اسم ماکسیم 8 آوریل سه‌شنبه توی یک بانک در اوکراین کار میکرده. اون مشغول کار کردن روی سیستم بوده و در حال خوردن قهوه بوده تا اینکه یه ایمیل از طرف همکارش براش ارسال میشه. همکارش که اسمش سرگیه براش یه سری قوانین مهم فدرال رو میفرسته و اون سریع روش کلیک میکنه و اون قوانین رو میخونه. اما چطور یک کلیک ساده میتونه باعث یه سرقت بزرگ بشه؟ چند ماه بعد در یک جلسه رئیس بانک ظاهراً پریشون و عصبیه از کارمندان میخواد که از کلیک کردن روی لینک ها و ایمیل های ناشناس دوری کنن، چون که خودپردازا ارور و مشکلی براشون پیش اومده و خودشون خود به خود پول بیرون میدن. این مرد یکی از مسئولای امنیتی و فناوری بانک و اسمش ترویل و هارد دیسکای خودپرداز رو بررسی میکنه، اما اون رد پا یا چیز ناشناس و بدی روی اون هارد دیسکا پیدا نکرد و خیالش راحت بود که اتفاقی نیفتاده. اما اتفاق بدی میفته. دقیقاً 3 ماه بعد ساعت 3 نصف شب به ترویل زنگ میزنن. اونا ادعا میکنن که یه اتفاق بدی توی بانک افتاده و کنترل از دستشون خارج شده. اون و تیمش توی یکی از شعب بانک توی روسیه حاضر میشن. مسئول فناوری وحشت زده ادعا میکنه شخصی کنترل تمام سرورهای بانکو از اونا گرفته و اونا هک شدن. اما چطور؟ اون و تیمش یه بلافسار که یه جور تروجانه روی کامپیوتر پیدا میکنن که باعث میشه کامپیوتر رو از راه دور کنترل کنی و هر کسی که باش کار میکنه رو از طریق دوربینش تماشا کنی. و خب اینجاست که مغز همه منفجر میشه، چون یه اتفاق واقعا عجیب میفته. ترویل یک صفحه ورد باز میکنه و یک کلمه روسی مینویسه. یه چند دقیقه منتظر میمونه و در کمال تعجب هکر جوابشو میده و یه پیغام براش میذاره. از اونجایی که اونا تونسته بودن این بلافسار رو شناسایی کنن، حالا با دنبال کردن سرنخ‌ها میتونن بفهمن چجوری این سرقت اتفاق افتاده و چجوری این بلا سرشون اومده. اگر از این ویدیو تا الان خوشت اومد، حتما لایکش کن و نظرتو در مورد این سرقت کامنتش کن و اگر بیشتر از این انیمیشن ها خوشت میاد حتما کانال سابسکرایب کن و زنگولش رو بزن. 8 آوریل سال 2014 و این هکر به ایمیل همکار ماکس دسترسی داشته و خیلی راحت برای ماکسیم یک ایمیل میفرسته که شامل همون فایل قوانینه. اما ماکس با کلیک روی این ایمیل نرم افزاری رو روی کامپیوتر خودش نصب میکنه که باعث کندتر شدن ویندوز میشه. ماکسیم عصبی میشه و با عصبانیت همکار و مسئول خودش رو برای رفع این موضوع خبر میکنه. تو فاصله این که اون مسئول برسه، اون هکر یک کیلاگر روی ویندوز نصب میکنه که باعث میشه هر چی که روی ویندوز تایپ میشه رو ببینه و راحت حفظش کنه یا بنویستش. وقتی که مسئول اونجا میاد تا مشکل رو رفع کنه، مجبوره برای وارد شدن به سیستم رمز عبور رو تایپ کنه و خب خیلی راحت اینجوری هکر تونست به رمز عبور دسترسی پیدا کنه و حالا راحت میتونه تو سیستم بانک بچرخه و خودپرداز و کل سیستم بانک رو کنترل کنه.
اونا از 3 روش سرقت رو انجام میدادن. روش اول این که از طریق حساب بانک مدیریت تراکنش میتونن خیلی راحت پول رو به حساب خودشون واریز کنن و برداشتش کنن. روش دوم اینکه خودپردازا رو دستکاری کنن و یه سری دلال که از طرف مافیا استخدام شدن رو به اونجا بفرستن تا پولا رو برداشت کنن و از اون طریق برای رؤسا بفرستن و خودشون هم یه سهمی بردارن. و روش سوم این که 3 حساب بانکی جداگونه به اسم دلال ها باز کنن و هر کدوم یه مقدار مساوی و کمی دارن. بعد از آپدیت داده های بانک خیلی راحت $1,000,000 به حساب هر کدوم واریز میشه و اینجوری میتونن با کارت بانکی پولا رو برداشت کنن. اما چطور نابود شدن؟ در واقع به خاطر همون اشتباهی که توی بانک تایپه انجام شد 19 نفر تونسته بودن که از اونجا به راحتی فرار کنن. اما اون 2 نفری که همچین سوتی رو داده بودن چهرهشون پخش شده بود و بعد از یه مدت تلق و گریز پلیس موفق شد تا اونا رو دستگیر کنه و از اون طریق به ایمیل سردسته و رئیس تمام این گروه بزرگ دسترسی پیدا کنه. سال 2018 است و این دنیس کی مردی که اوکراینیه و حالا با خانواده و زن و بچهش توی اسپانیا زندگی میکنه. اون مردی گوشه‌گیره و زیاد بیرون نمیه و همیشه خودش رو پنهون نگه میداره. الان مشغول کدنویسیه یه بدافزار و توی کار خودش یکی از بهتریناست. اون حدود 15,000 بیت کوین داره و تمام انتقالا و کاراش رو با بیت کوین انجام میده که به ارزش اون موقع میشه $162,000,000. ولی اگر الان بخوایم حساب کنیم حدود $1,000,000,000 ارزش داره. اما اون زمان بیت کوین رو برای هیچ خریدی قبول نمی‌کردن و اون مجبور بود که اونا رو تبدیل به پول و دلار بکنه و همین باعث شد ردی از خودش به جا بذاره و کارش تموم بشه. حین دستگیری لپتاپمون هنوز بازه و قفلش بسته نشده، پس خیلی راحت همه چیز برملا میشه و اموالش توقیف میشه و خودش هم به زندان میره. اما هیچ وقت اون $1,000,000 که دزدیده شد پیدا نمیشه. دنیس کی نابغه شیطانی بود که جهان رو تغییر داد. خیلی خوب، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و حتما ویدیو رو لایک کنید و کامنت خودتون رو بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم بزنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.